نمایشگاه عکس مردم ایران با موضوع رنگ و شادی در اقوام ایرانی در پاریس افتتاح شد. این نمایشگاه با هدف معرفی اقوام ایرانی در مجامع بین المللی و به همت باشگاه عکس موج نو در خانه فرهنگ ایران در پاریس برپا شده است. عکس‌ها هم مربوط میشه به قومیت‌ها و عشایر مختلفی که در ایران پهناور و عزیز ما همواره هزاران ساله که داریم با هم زندگی میکنیم. سوژه های 18 تن از عکاسان کشور ما درباره اقوام ایرانی با استقبال گرم فرانسویان همراه شده است. جالبه. بسیار از سوژه های این عکس‌ها لذت بردم. ایرانیان مردمان مهمان نواز و با فرهنگی هستند. très intéressante et magnifique exposition de photographie. خیلی خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردم. این نمایشگاه فوق‌العاده جالب نشانگر ذوق و هنر ایرانی هاست. این به مثابه یک دعوتنامه است که از ایران دیدن کنند. در نمایشگاه پاریس 27 اثر که معرف همزیستی اقوام متعدد در جغرافیای ایران است به نمایش درآمده است. هدف ما از نمایش این آثار در حقیقت انعکاس ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و زیبایی‌های فرهنگی اقوام ایرانی است که شادی و رنگ در اونها جزو مؤلفه‌های اصلی است. نمایشگاه عکس مردم ایران پس از پاریس به دیگر پایتخت‌های جهان نیز خواهد رفت. نمایشگاه مردم ایران تا 2 هفته دیگه در این محل یعنی خانه فرهنگ پذیرای بازدید کنندگان هستش. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.